بریم استارت بزنیم رفقا. ببینید شما 3 دسته ممکنه سر این کلاس باشید. دسته اول استفاده شخصی خودتون دانش آموز هستید یا پشت کنکوری هستید و میخواید استفاده کنید شروع کنید. دسته دوم یکی از عزیزانتون کنکور داره و شما به عنوان پدر، مادر، خواهر، برادر، هر کسی که هستید، دوستی، هر چیزی که هست میخواد کنارش باشید، اصولی باهاش رفتار بکنید، این دوره رو تمامش میکنید و با خیال راحت کنارش وای میسید. برنامه‌شو می‌نویسید، تمام کاراشو انجام میدید، با خیال راحت همه چیز طی میشه. دسته سوم دانش آموزتون. شما خودتون دانش آموز دارید، مشاورید. میخواید با دانش آموزتون درست رفتار کنید، اصولی باهاش رفتار بکنید، برنامه‌اش اصولی باشه، درست باشه، همه چیزش طبق روند درستی باشه که دانش آموز پولشو هدر نده. اگر جزء دسته سوم هستید پس خیلی با شعور و با شرف تشریف دارید که این کارو دارید انجام میدید برای دانش آموزتون. ولی معمولا دسته اولید. خب بچه‌ای که میخواد استفاده کنید نگاه کنید قربونت برم، من اگه جای شما بودم سریع این دوره رو تماشا می‌کردم، فیلماشو نگاه می‌کردم، جزواشم یه مرور می‌کردم، حالا که به آگاهی رسیدم برنامه هفته اولو سریع استارت می‌زدم. تحلیل برنامه هفته اولم براتون گذاشتم، همه چیز خودم سر کلاس کامل توضیح دادم. راه‌های ارتباطی با منم که همه رو تون میدونید. برنامه رو که استارت زدی همون شبش میتونی دیگه گزارشکار تو برای من بفرستی و دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. اولین گزارشکار که برای من فرستاد دیگه میتونیم راحت بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. یعنی من دانش آموزام اینطوری میشناسم، یه گزارشکار برای من میفرسته، تیپ گزارشکارشو بلد میشم و بعد میشناسمش. یه هر سوالی داری، هر تایمی میخواید صحبت کنی، حتی اگر دسترسی به حضوری به من میخواید داشته باشی، اوکی میکنیم همچین موضوع رو. پس خیالت راحت باشه. بریم استارت بزنیم، از گام 1 شروع کنیم. ببینید ما تو 10 تا گام همه چی رو میخوایم جمعش بکنیم. تو 10 تا گام. گام اول مهمترین گامیه که شما باید بلد باشید. خوب دقت کن. میخوام توی 10 تا گام همه چیزو بهتون بگم. گام اول برنامه. حاجی برنامه. چطور باید برنامه بنویسیم، کوتاه مدت، بلند مدت، استمرار، چطور باید استمرار داشته باشیم، گزارشکار و خواب و بیداری. به نظر من مهمترین، یعنی اگه شما همینو اول ببینید و بعد استارت بزنید اوکیه. این مهمترین گامه. بقیه‌اش هم خیلی مهمه ولی چون اولویت اوله. اول اینو ببینید و بعدم بریم ادامه کارو. ببین من تکنیک‌های تندخوانی و سعی‌خوانی رو بهت میگم. منابع مطالعاتی و تستی رو بهت میگم. کدوم آزمون بهتره رو بهت میگم، با اینکه خودمون آزمونم میگیریم ازتون. تحلیل آزمون رو بهت میگم چیکار باید بکنی، جبران عقب افتادگی رو بهت میگم چیکار بکنی، کنترل استرست، جمع‌بندی، 2 ماه مونده به کنکور، 1 ماه مونده به کنکور و 1 هفته مونده به کنکور. همینا رو دونه دونه بهت میگم، همشونو. پس صبر و حوصله داشته باش. بعدم یه چیز دیگه، لابلای اینا اون سوالای پرتکرار، مثلا من ذهنم 0 و 100 کار میکنه، وقتی تست میزنم خسته میشم، کار میکنم خسته میشم، زود خسته میشم، اینا همه رو با هم دیگه صحبت میکنیم. ببین برای هر کدومش یه درمان مفید برات دارم. پس ثانیه به ثانیه این کلاس برات مهمه. ببین به خاطر همین دارم بهت میگم این کلاس ثانیه به ثانیهش برات مهمه. پس خوب دقت کن. بریم سراغ گام اول. بیا من اینو برات اینجا بکشم. قطع نمیشیم طوری احساس می‌کنم قطع میشه. ذره وایسا. چون بچه‌ها ما قبلا ضبط کردیم، این قطع شد، دوباره از اول ضبط کنیم. خیلی خوب، بیا وایسا، با احتیاط اینو برمی‌دارم. اوکی؟ صفحه تاریک شد یعنی قطع شد آجی. خیلی خوب. بریم شروع کنیم کارمونو. بسم الله الرحمن الرحیم. با مشکم شروع می‌کنیم. خب. بریم قربونت برم. 0 تا 100، یعنی از متن بسم اللهی که شروع میکنی برای درسات تا پایان درسات شما به 5 ماه زمان نیاز داری برای 0 تا 100 کارات. خیلی ها میگن خیلی بیشتر باید وقت بذاریم و فلان. نه شروع بره، همه شروع بره. شما توی 5 ماه باید کل درساتون از 0 تا 100 جمعش بکنید. متوجه هستی؟ خوب دقت کن. چرا مثلا من دیدم زیاد دانش آموزا اینو از من میپرسن، میگن آقا خب مثلا ما 1 سال زمان داریم، مثلا 2 سال زمان، اصلا مهم نیست، n سال زمان داریم، چرا باید تو 5 ماه ببندیم؟ میگم شما تضمین میکنی اگر برنامه‌ای مثلا توی 7 ماه 8 ماه 10 ماه بنویسی انجامش بدیم؟ نه، به هیچ عنوان. چون تایم های تلف شدهتون زیاد میشه. من حاضرم قسم بخورم بهترین دانش آموزای من که امسال پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، همه چی تکمیل با مهندسی‌های تاپ قبول شده، همه چی طبق محاسباتی که کردم حداقل در طول سال 20 روز تایم تلف شده دارن. تایمی دارن که خراب میشه، تایم پرت دارن. چرا؟ یه عروسی میگیرن، نامزدی داره،
جشنه، مراسمه، ناراحتیه، غمه. شما نشستی تو خونت یه دفعه مهمون میاد، دایی تو عموت میاد میگه عزیزم داری چیکار میکنی؟ بذار کتاباتو ببینم. میگم ما دست نزن. یه زشته بلند شو برو پیش مهمونا بشین. ببین همینا رو جمع کنی در طول سال میشه 20 روز. حداقل برای اون خوبا میشه 20 روز. برای کسی که شلوول میخواد بگیره 6 7 ماه میشه. خب پس من تمام کارتون رو توی 0 تا 100 روند باید توی 5 ماه جمعش بکنیم. 5 ماه مفید درست. اوکی؟ شما این 5 ماه رو باید چی کار بکنی؟ 2 تا برنامه نیاز داری. یه برنامه بلند مدت ماهانه، یه برنامه کوتاه مدت هفتگی. ببین جز این هر چی بهت بگن اشتباهه. جز این که دارم بهت میگم 5 ماه مفیده تمام درسام جمع میشه و بعدش حالا اگر زمان آوردی یعنی ادامه داشت یعنی وقت داشتی بهت میگم چی کار میکنیم. جمع بندی ها میفته برای اونجا. ببین بهت میگم خوب دقت کن. شما 2 تا برنامه میخوای، یک برنامه بلند مدت ماهانه، یک برنامه کوتاه مدت هفتگی. تو برنامه بلند مدت ماهانه شما 5 ماه زمان میخوای. ماه اول، ماه دوم، ماه سوم و ماه چهارم و ماه پنجم. حتما حواست باشه اولویت اولم نوشتن برنامه ماهانه است. حالا اگر برنامه منو داری انجام میدی نیازی نیست به این چیزا فکر کنی، همون اول شروع کن دیگه کارشو انجام بده. شما تو برنامه بلند مدت یه دید بلند مدتی نسبت به پایان اون ماه داری. خیلی مهمه که در پایان ماه ببینی چقدر عقب افتادی، چقدر جلویی، چقدر اوکی، همه چیز باید اوکی باشه. خواهش میکنم ازت برنامه که داری مینویسی رو 2 تا نکته رو داشته باش. یک، نکته اول موازی بنویس. یعنی چی؟ یعنی آقا من متنفرم از این جمله که به من بگن من میخوام پایه بنویسم. دهم تمام کنم، بعد برم 11 بعد برم 12. نه، به هیچ عنوان. این اشتباه ترین کار ممکنه. میگم نه، میگه که آقا من ذهنم نمیتونه. میگم عزیز من شما چند تا امتحان داری؟ شما باید در چند ساعت، در کمتر از 4 ساعت ذهنت همه جا باشه. باید یاد بگیری چطور پراکنده کار بکنی. در صورتی که چیزی که دارم بهت میگم، برنامه هم که بهت دادم برنامه خیلی پرتی نیست. ما 12 یه جور داریم میریم جلو که پیش نیازاش توی پایه جمع بشه. اینطور نیستش که مثلا بریم یه دفعه درس 2 سال 11 یه دفعه از اونجا شروع کنیم بعد درس 1. نه اینطور نیست. آقا خوب دقت کن. پس اولویت اولت برای نوشتن برنامه ماهانه حتما باید موازی پیش بری. 12 همراه با پایه. حالا چطوریه؟ نیم سال اول 12 همراه با نصف پایه، نیم سال دوم 12 همراه با نصف دوم پایه. اینطوری جمع میشه. غیر از این اشتباهه. نکته دوم عزیز، فقط از روی فهرست کتاب بنویس. فقط از روی فهرست، یعنی کتاب 10 11 رو باز بکن، از روی فهرست شروع کن برنامه بنویس. میگه آقا مثلا ریاضی رو من کلاس گرفتم معلم 40 تا پارت مثلا چند ساعته داره، میتونم اونا رو برحض؟ نه عزیز، به والله نه. این کارو بکنی خیلی دیدم یعنی من تمام تلاش من این بوده که یه جوری باهات رفتار بکنم که تمام اشتباهات و چیزایی که ممکنه مرتکب بشی رو ببندم تو کادرم. ببین من تمام اشتباهات دانش آموزای گذشته رو، همین الان که دارم باهات صحبت میکنم، ما 38 تا رتبه زیر 1100 برای رشته تجربی داریم، 36 تا برای ریاضی و 40 تا برای انسانی. پس خوب دقت کن. برو کارنامه بچهای ما رو نگاه کن. برو مسابقه‌شون رو بررسی بکن. فقط برای امسال، سال قبلی رو نمیگم، سال قبلی رو برو نگاه کن. من چیزی که دارم بهت میگم بر اساس تجربه است و علمیه که به دست آوردم، براش زحمت کشیدم. خوب دقت کن. پس خواهش میکنم اینکه معلم 40 تا پارت مثلا 2-3 ساعته داره، آقا من مثلا 40 تا پارتش اینطوری میگم. میدونه چرا؟ چون معلم به همون اکتفا نمیکنه. 40 تا نیست، میشه 50 تا. 50 تا هم نیست. بعد از اون دوباره یک کلاس دیگه برات میذاره. بعد از اون یک کلاس دیگه برات میذاره. اینقدر برنامه تو به هم میریزه که باعث میشه آشفته بشی.
و بعد ببینی ای حاج اصلا نتونستم جمعش بکنم. یه دفعه طرف 40 تا قسمت قرار بود بده، یه دفعه میشه 60 تا قسمت، یه دفعه میشه بعد دوباره تازه میاد میگه که مای تی ان تی ما فلان و چیزی اینم شرکت اون شرکت اینو اونجا میگم. بابا همش شروره. اینو داشته باش. بهترین لطفی که میتونی در حق خودت بکنی سر کلاس آنلاین، این که میگن سر کلاس آنلاین حضور داشته باش، ببین اینجا دیگه خودمونیم. من باید شما هزینه کردی، باید همه اشتباهاتت جلوشو بگیرم. کلاس آنلاین به درد نمیخوره. هر کاری میخوای بکن. تمام دانش آموزایی که کلاس آنلاین شرکت میکنن دوباره مجبور میشن یه بار دیگه آفلاین رو ببینن. متوجه که هستی؟ خدا وکیلی خودت پشت دوربین. اگر اون زمانی که کنکور داشتی کلاس آنلاین میرفتی، اینترنت یه ذره قطع و وصلی داشت، یه ذره مثلا یه چیزایی میگفتن نمیفهمیدی فلان فلان فلان، دوباره از اول آفلاین نگاه نمی‌کردی، 2 برابر تایمت گرفته نمیشد. همینطورن. این که میگن کلاس آنلاین، آقا میگن کلاس آنلاین شرکت کنی بهتر میگیری نتیجه رو بهتر نتیجه میگیری. میدونی چرا؟ اون یه عددی هست تو دامنه، اینجا تو هست، اینجا می‌نویسه برای معلمه چند نفر در حال حاضر سر این کلاس حضور دارن. مثلا می‌نویسه 10,000 خورده، اعتبار طرف 10 برابر میشه. اعتبار پولی که به طرف میدن 10 برابر میشه مثلا 60,000 خورده. میگه اوف حاجی فقط به دانشم فقط آنلاین. آقا اگر 10 تا پارت عقب افتادی فقط آنلاین بیا. شما حاجی شروور چی داری بهش میگی؟ سر کلاس آنلاین نمیتونه تمرکز داشته، حتما باید آفلاین ببینه. باید تو ذهنش همه چیزایی که میگین مرور بکنه. شاید یه ذره میخواد بزنه عقب، شاید محیط سوال پرسیدن دانش آموز اذیتش میکنه، شاید ببین آفلاین خوبه در تایم خودت. اگه هم کلاس حضوری داری میری دمت هم گرم، مشکلی نداره. من کلا مخالف اینام، یعنی کلاس حضوری. با اینکه خودم کلاس حضوری زیاد برگزار میکنم، به دانش آموزام میگم این پکیج فلان سایت اپراتور سات برید بگیرید رو، چون راحت‌تر میتونید بررسیش بکنید. اینجا سر کلاس اذیت میشید. پس نوشتن برنامه بلند مدت از روی فهرست کتاب فقط، یعنی فهرست کتاب ورق بزن بگو این قسمت اینا رو باید بنویسم، اینا رو میاری تو برنامه مهانت، با اینا شروع میکنی. مثلا یه عبارتی، مثلا شما قراره ریاضی تابع درجه 2 رو میخوای اینجا بخونی. خب یه چیز گفتم برای همه رشته باشه دیگه، تابع درجه 2 میخوای بخونی. میگه خب من الان تو کتاب نوشته تابع درجه 2 من باید الان بخونمش. من تایم میذارم برای تو برنامه‌ت، هم باید تایم بذاری برای کتاب درسی، ببین کتاب درسی، هم تایم میذاری برای فیلمی که میخوای ببینی یا کلاسی که میخوای بری. میگی آقا باید فیلمی رو نگاه کنم که تابع درجه 2 رو درس داده یا مقدمش یا چیزی به اون ربط داشته باشه. من چون زیاد تایم گذاشتم یا تایم افورتی زیاد تو برنامه‌ت گذاشتم برای این فیلم‌ها یا کلاس‌ها. اوکی؟ فقط هم از روی کتاب فهرست درسی، نه از روی تعداد فیلم، نه از روی تعداد جلسات فیلم. اون اصلا نباید انجام بدیم. خب چطوری اول باید پیش بریم؟ اول نصف 12 و نصف پایه، بعد نصف 2 12 و نصف 2 پایه. اینطور باید پیش بریم موازی. خب دقت کن. ماه اول میخوام چند تا نکته بهت بگم راجع به کلاس. دلم میخواد روی معرفی منابع بهت بگم. ببین اینجا توی معرفی منابع تو گام 3. خب دقت کن. میخوام بهت بگم کدوم معلم خوبه کدومش. دیگه اینجا میخوام مستقیم صحبت کنم. دانش آموزی که اینجا هست اصلا دیگه نمیخوام باش عزیزم مراحت نمیخوام بکنم دیگه. اسم میارم، اسم هر معلمی رو میارم، فلان فلان، دونه دونه راجبش حرف میزنم. نظر خودمه، نظر این همه دانش آموز تاپی که ما تحویل جامعه دادیم، همه چیز. اوکی؟ پس میخوام مستقیم با هم دیگه صحبت. حالا میذارم تو گام خودش قشنگ اینا رو بهت میگم. کدوم معلم شروور داره میگه، کدوم معلم درسته. معلمی که بلند میشه میگه سازمان سنجش با من لج کرده به درد آینده‌ات نمیخوره. معلمی که باز روی فهرست کتاب درسی درس میده. معلمی که بعد نگاه میکنی حاجی مثلا انگار اینو درس نداده اصلا، میگه نه این مهم نیست، مهم اینا 80% فلان.
چرا ورنه من میگم. حالا بیا فعلا دارم راجع به برنامه صحبت میکنم. تو ماه اول موقعی که می‌خواستی برنامه‌تو بنویسی، بازم تاکید میکنم اگه میخوای از برنامه خود من استفاده کنی اصلا نیاز نیست، یعنی فقط بدون که چیکار باید بکنی، ولی نیاز نیست. سری برو سراغ برنامه هفته اول و 99% هم فکر کنم همونطور به جلو، چون جا برای هم فیلم گذاشتم، هم کلاس گذاشتم، هم استراحت گذاشتم، همه چی. خب ماه اول باید چیکار کنه قربونت برم؟ ماه اول 80% ماه اول تو برنامه‌ت حتما باید پایه باشه، شروع کارت، و 20% دوازدهم. چرا؟ پیش نیازه 12 توی پایه هست دیگه. با شروع کارو با 80% پایه باید شروع کنیم. ماه دوم 70% پایه، گلوم گرفته هاجیم، و 30% وایسا ندارم، دانشم زنگ میزنه نمیخواد، حالا بعد جواب میدم. خواهی جواب بدی به شیفه، گناه داره، یه ذره دعواش میکنم. الو سلام. خوب هستی شما؟ سلامتی قربونه. خواهش میکنم. اتفاقا آره وقت دارم از دلم، فقط نگاه کن شما یه زحمتی بکش. من الان سر کلاسم دقیقاً الان دوربین جلومه، داریم صحبت میکنیم، چون صدات هم داره پخش میشه تو این، اجازه بده ضبط بشه، خودم با تماس میگیرم، سوالاتم دونه دونه بپرس. اوکی قربونت، فعلا خداحافظ. فکرم ضبط میشد اینجا، نمیشد؟ خیلی خوب، گفتم حالا زشت سوالش بپرس چند صد هزار نفر ببینن. خیلی خوب اینو تمامش میکنیم. بیا تو ماه دوم 30% 12. همینطور بیا، همینطور میزان مطالعه و حجم مطالعه پایت رو باید بیاری پایین‌تر و روی 12 اضافه کنی. ماه سوم 60% پایه و 40% 12. ماه چهارم 50% پایه و 50% هم 12. ماه پنجم هم 50% پایه و 50% 12. این هستی. باید دقیقا همینطوری پیش بریم. متوجه هستی؟ اوکی خیلی خوب، اینم از این. حالا بیا ماه اول باید چیکار کنی؟ خود ماه اول باید شامل 4 هفته بشه. حالا جزئیات ببین، الان این کلیات کار فهمیدیم. شما حتما باید برنامه ماهانه تو بنویسی. ببین شاید برنامه ماهانه 3 صفحه کوچیک بشه، شاید برنامه ماهانه 1 صفحه بشه، اصلا فرق نداره. یه برگه آچار بردار 5 ماهش بکن، تمام شد رفت. بنویس هر درس تو ماه اول تا پایان ماه چقدر باید پیش رفته باشی، اون تارگت پایانت رو حتما باید بزنی. و بعد حالا بیا ماه اول برای برنامه کوتاه مدت، یعنی مهمترین برنامه شما برنامه کوتاه مدت دیگه. آقا ماه اول باید چیکار کنی؟ هفته 1، هفته 2، هفته 3، هفته 4. ببین توی هفته اول کل حجم برای نوشتن برنامه هفته اول، کل حجم تارگت ماهانه تو میاری جدا میکنی، تقسیمش میکنی به 5 قسمت، به 5 قسمت. 1/5 میذاری برای هفته اول، 1/5 تارگت ماه اول. دونه دونه میخونی به علاوه خلاصه نویسی. ببین نحوه خلاصه نویسی، نحوه حاشیه نویسی، نحوه نوشتن، همه چی اینا دونه دونه بهت میگم. من همیشه خلاصه نویسی رو با جی نشون میدم. خلاصه نویسی همیشه اینطوریه. پس هفته اول ماه اول باید چیکار کنی؟ 1/5 تارگت ماهانه رو کامل باید ببندی به علاوه خلاصه نویسی. خلاصه نویسی آقا میگن فرضاً درس برای زیست شناسی نباید خلاصه نویسی انجام. غلط کردن. اینو برای بچه تجربی، چون الان همتون اینجا هستید، موقعی که تفکیک میشه برای منابع، نحوه خلاصه نویسی، معرفی معلم، همین چیزا دونه دونه تفکیک آمیز بهتون میگم چطور باید خلاصه نویسی بکنی. همه درساتون نیاز به خلاصه نویسی داره؟ بله.
همشون. اون سبکی که توی اکسیر اپراتور صد میخوام بهت بگم خلاصه نویسی بکنی کامل فرق میکنه با جای دیگه. خب گوش بده. اینم خلاصه نویسی تو همون هفته اول از همه منابع استفاده میکنی. هفته دوم نگاه کن، من مطالعه نوسانی رو اصلا قبول ندارم. مطالعه نوسانی رو اصلا قبول ندارم، ولی توی مطالعات هفتگی باید نوسانی حجم درس‌ها رو قرار بدی. متوجه هستی؟ تو هفته اول بیا بنویسم، تو هفته اول 1/5 تارگت ماهانت رو میبندی، تو هفته دوم 3/5 باید بشه، یعنی 2 برابر هفته اول. 3/5 تارگت ماه اول تو کامل میبندی به علاوه خلاصه نویسی از همین درس باید داشته باشی. ببین اینجا کم بود، اینجا کم بود، اینجا زیاد شد. این سینوسیه باید تو حجم درسات باشه، نه نحوه مطالعات. هفته دوم یه دفعه تایم مطالعات میره بالا. چرا این کارو داری میکنیم؟ نگاه کن، مغزت باید بپذیره که وارد مسیر جدی شده. هفته اول خیلی راحت شروع کردی، با حجم درس خیلی کم شروع میکنی. دست پام خورد شد آجی. ناخونم در اومد فکر کنم. ببین ناخونم ندارم. ببین قربونت برم، تو هفته اول با حجم خیلی کم شروع کردی، هفته دوم 2 برابرش میکنی، هفته سوم وایس بیا هفته سوم میشه 4/5 تارگت ماهانت ماه 1، هفته چهارم کامل تارگت ماه 1 تو میزنی. اما خوب دقت کن، هفته دوم که حجم درصد زیاد شد دیگه جدی میشه برات. این ذهنت میپذیره که آقا من در مسیر خیلی جدی قرار گرفتم. نه خب یا خوب دقت کن. خب خلاصه نویسی هم انجام دادی طبق تجربه و علم من. از هفته سوم تمام برنامه تقسیم میشه. برنامه میشه تایم اصلی، این میشه تایم اصلی و به علاوه تایم فرعی. از هفته سوم شما چون هم خلاصه نویسی کردی، هم یه حجم خوبی از درس رو بستی، دیگه باید شروع بکنی برای تایم‌های اصلی و تایم‌های فرعی. آقا تایم‌های اصلی و تایم فرعی چیه؟ نگاه کن. داری برنامه هفته یک رو بندازیم اینجا؟ نداریم؟ خیلی خوب. ببین پیشنهاد می‌کنم همین الان برو هفته یک رشته خودتو روی سایت برنامه‌اش دانلود بکن، فیلم تحلیلش رو نگاه کن. بیای نگاه کنی متوجه میشی که نگاه کن، من وقتی دارم درس رو میگم من فرضاً 2 ساعت و 30 دقیقه باید این درس فرضاً ریاضی مطالعه بشه، فرضاً میگم 2 ساعت اول تایم اصلی، 30 دقیقه آخر تایم فرعی. توی 30 دقیقه آخر خب رفقا ببینید من یه کات زدیم که من برنامه رو بیارم براتون کامل با هم دیگه بررسیش بکنم. بیا راجع به تایم فرعی، بیا فرضاً برنامه اصلا مهم نیست چی نوشته زیست شناسی هیچ، خوب دقت کن، نگاه کن. میگم از یه زمانی به بعد حتما عموما اگه خودت میخوای برنامه بنویسی حتما از هفته سوم به بعد دیگه باید تایم‌های فرعی رو شروع کنی. یعنی برنامه 2 تا تیکه میشه. نگاه کن، تایم اصلی 1 ساعت آخر، 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 اینا میشن تایم فرعی. یعنی انگار برنامه 2 تیکه میشه. فرضاً 3 ساعت یا 2 ساعت و نیم میخوای مطالعه بکنی، 2 ساعت و نیم میخوای مطالعه بکنی، اون نیم ساعت آخر میره برای تایم فرعی، 2 ساعت اول میره برای تایم اصلی. خب اینو بهت گفتم خیلی مهمه. چرا آقا؟ چرا تایم فرعی اینقدر مهمه؟ نگاه کن قربونت برم. عموما چیزی که از دانش آموز صدام ثبت دیگه عموما چیزی که از دانش آموز دیدم متاسفانه اینه که دنبال یه زمانی میگرده که بهش بگی الان تایم مرورته. 1 ماه میخواد درس بخونه، بعد مثلا ماه بعدی 3-4 روز میذاره برای مرور کامل، مثلا 3 هفته درس میخونه یا 2 هفته درس میخونه، 1 هفته درس میخونه، 1 روز میذاره برای مرور کامل. آقا حتی 1 روز هم نباید بذاری برای مرور خالص. یعنی همیشه باید در حال پیشروی باشی. ممکنه مثلا از 10 ساعت تایم مطالعات یه دفعه نیم ساعتش پیشروی کردی، ولی همون نیم ساعت هم ارزشمنده. یعنی هیچ وقت کل تایم روزتو نذار برای مرور افسردگی میاره. مرور باید در قالب کتابت باشه، مرور در قالب برنامه‌ت باید باشه. اینجا
خب حالا تایم‌های مرور رو چطوری آقا بذاریم تو برنامه‌مون؟ نگاه کن. بازم دارم تاکید میکنم، اگر دانش آموز هستی، اگر پشت کنکوری هستی، خودت داری استفاده میکنی، از برنامه هفته اول شروع کن. چون من هم جا برای فیلم گذاشتم، هم جا برای کلاس حضوری گذاشتم، هم خط تیره گذاشتم. همین ببین بی‌نظیره. برو تحلیلش رو ببین، متوجه بشی اصلا برنامه یعنی چی. خب از هفته سوم که شروع کردی برای تایم های فرعی، تایم فرعی باید شروع بکنی. تا الان میگی من 3/5 تارگت ماهانه‌مو بستم. از اینجا شروع میکنی به علاوه 1/5 تایم تارگت ماه اول، یعنی انگار هفته 1 رو میخوای دوباره مرور بکنی. اما جی 1/5 تی 1، یعنی خلاصه نویسی اون. به خاطر این دارم بهت میگم خلاصه نویسی مهمه. به خاطر این دارم بهت میگم خلاصه نویسی مهمه، به شدت مهمه. متوجه هستی؟ خب هفته بعدی به علاوه این میشه تایم اصلیت، به علاوه تایم فرعیش هم جی 2/5 تارگت ماه اول. هر چقدر حجمش پایین تر باشه بهتره، ولی بهتره حداقل یه هفته رو پوشش بده، یه هفته گذشته رو خلاص نویسیش رو پوشش بده. ببین وقتی این داره من اینو بهت میگم وایسا، من تکنیک‌های خیلی ویژه‌ای برای خلاص نویسی بهت میگم که مطمئنم در هیچ کجای ایران ندیدی جز اکسیر اپراتور صد. پس نگران چی نباش. ببین یه جوری بهت میگم خلاص نویسی بکنی که دفتر رو پر نکنی. متوجه هستی؟ وقتی میگم خلاصه نویسی بکنی، طرف میگه آقا مثلا فرضاً برای زیست شناسی، چیزی که من همیشه میگم خلاصه نویسی، حالا شما ممکنه ریاضی باشی یا انسانی باشه، چون این برای هم است، الان هنوز تفکیک نشده، این برای هم است. میگم مثلا نوشتن نکات کم رنگ شده به علاوه قیدها، میگه قید. یا مثلا برای شیمی، یا مثلا برای ببین چند تا تکنیک برای خلاصه نویسی وجود داره که اینا رو باید بنویسی، نه اینکه خلاصه واری از یک موضوعی، از یک محوریتی از درس بنویسی. مثلا کلیتش به یه بچه هم بگی بلده. شما مثلا ما میگیم خلاصه نویسی چند تا نکته بنویسیم تمام، نه از اینا خلاصه نویسی نیست عزیز من. ما 2 تا عبارت داریم به نام G و H. H همیشه میگم یعنی حاشیه نویسی، چی هم اینه خلاصه نویسی. هر کدومش معنی بسیار بسیار مهمی دارن. من یه پیشنهاد برات دارم، برو برنامه هفته اولو، شما که دیگه دسترسی به همه برنامه داری دیگه، پکیج رو گرفتی همش مال توئه، دسترسی به همه جا داری، برو برنامه هفته اولو بعد از این پارت برو ببین، تحلیلش رو ببین من چی سر کلاس دارم میگم، همه چی رو خب گوش بده. حتی اگر ببین من بعید میدونم فردی دانش آموزی یا پشت کنکوری داوطلبی از برنامه من استفاده نکنه، چون میدونم به محضی که ببینی عاشقش میشی، چون همه چیز جا برای همه جا گذاشتن، همه جا. ببین قربون دارم کلمه به کلمه که گفتم مهمه، یه کلمه‌شو جا بندازی امسال نمیتونی اون چیزی که می‌خوای داشته باشی. پس هر چی بهت گفتم خوب گوش بده، بنویس، به نظر من بذار تو اتاق نگه دار. ببین ما تو جزوه‌ام اینقدر مهمه، تو جزوه‌ام همه رو گفتیم. پس خواهش میکنم کاری که دارم بهت میگم انجام بده. این تایم های فرعی همینطور شروع میشه، این تایم های فرعی همینطور شروع میشه و میاد پایین و همه برنامه‌تو در بر میگیره. آقا اینم حجم مطالعه سینوسی. ببین حد اکثرینش میشه برنامه هفته دوم. توی ماه دوم حد اکثر، یعنی اون قله باید بیفته تو هفته سوم. توی ماه سوم اون حد اکثر مطالعه باید بیفته هفته چهارم. خیلی خوب، اینم از این. دیگه چی بهت بگم؟ هم چیزو بهت گفتم تقریبا. یه امضا بزنیم زیرش. خیلی خوب، بیا بهت بگم چطوری. ماه اول 80% پایه باید مطالعه بشه و 20% هم 12. چرا 12 خودش یه پایه مستقله؟ چون که به شدت مهمه. بیشترین سوالات رو از همونجا داری. امتحان نهایی همونه، ترمیم همونه، اون اینه، همش همونه. پس خیلی مهمه. تایم مستقل براش باید بذاری حتما. هفته اول 1/5 تارگت ماهانه به علاوه خلاصه نویسی. هفته دوم ببین بیشتر شد، 2 برابر شد. بدنت، مغزت باید بپذیره که آقا شما وارد یه محیطی شدی که واقعا برات مهمه. تایم مطالعه 7 تا 9 ساعته. شما میتونی نیم ساعت جابجاش هم بکنی. 9 تا 9 و نیم ساعت هم ممکنه کارش انجام بدی. خب
اینم از این. هفته دومم بهت گفتم. هفته سوم دیگه تایم فرعی ها شروع میشه. میتونی ببین من گفتم اینجا 1/2 بکنش 1/5 حتما. این اشتباه تایپیه. حتما 1/5 باید باشه. بعدم میشه 2/5. یعنی میزان حجم مرورت تایم فرعی باید کم باشه. اونم فقط مرور جی. مرور جی یعنی مرور خلاصه‌نویسیاش. بر نداری دوباره کتاب بخونی ها. اون تکنیکی که دارم بهت میگم اگر خلاصه‌نویسی انجام بدی دیگه نیازی نداری دوباره کتاب برداری بخونی. شما باید یاد بگیرید بچه‌ها نمونه سوال زیاد ببینید. یا شما باید یاد بگیرید که تست زیاد ببینید، سوال تشریح زیاد ببینید، تستی باید زیاد ببینید. اونا رو باید زیاد ببینید. متن که می‌بینید دیگه میفته تو ذهنته. فکر می‌کنی یادت میره. چند دور مرور همش یادت میاد دیگه. ماه دومم که گفتم 70% برنامه پایه باید بذاری، 30% هم 12. دیگه همشون رو ببین از هفته سوم ماه اول دیگه تایم‌های فرعی دیگه تا آخر شروع میشه. این کاری که بهت میگم یعنی هیچ وقت قرار بر این نیست عزیز دلم، هیچ وقت قرار بر این نیست که شما یه روز کامل بذاری برای مرورت که تایمت از دست بره. هیچ وقت. اینطوری هم میزان مرورت بیشتر میشه، هم اعتماد به نفست بیشتر میشه، هم آشفتگیت کمتر میشه. خوب دقت کن. هم آشفتگیت کمتر میشه، هم حالت بهتره، هم توی 5 ماه جمعش میکنی، هم حالت خوبه. بابا به پیر به پیغمبر موقعی که میبینی هوا بهتر میشه حالت خوب میشه، چون میدونی تعداد مرورت. ببین به قرآن با همین روش. من یه پیشنهاد دارم، شما برنامه هفته اولو ببین، نحوه خلاصه‌نویسی همین چیزو اونجا گفتم، تکمیل حتما اونو ببین برای استارت. حتی نمیخوای با اونم پیش بری، میخوای خودت هم بنویسی، حتما اونو باید پیش بری. هفته اول فیلمشو باید ببینید، برنامه‌ش هم باید چک کنی که ببینی چی دارم بهت میگم. نحوه خلاصه‌نویسی این چیزا همش چطوریه، اونو حتما ببین. تایم های فرعی به شدت مهمه. تعداد مرور توی 5 ماه میشه 10 برابر. اینطوری. خیلی خب دیگه اضافه کاری نکنیم. تایم مطالعه‌اش هم اونجا بهت گفتم میره برای سر بیشتر میشه. ماه سوم هم همینطور. آها بیا اینو بهت نگفتم. بیا هر 2 هفته یک بار باید آزمون بدی. هر 2 هفته. میخواستم توی برنامه تو گام آزمون بهت بگم ولی باید اینجا که بهت گفتم که همه رو بهت میگم دیگه. بیا هفته دوم که تموم شد با یه رنگ دیگه، هفته دوم که تموم شد باید شما یه آزمون بدی. آزمون 1 همون روز یا فرداش. ببین چون ما 1 ماه رو 30 روز یا 31 روز، برای تابستون 31 روز 30 روز بگی همش بگیر 30 روز. شما 28 روز درس میخونی، 28 روز برنامه داری، 2 روزش میره برای آزمون. استراحت میخوای انجام بدی تو برنامه‌ت هست. ببین ممکنه بهت بگم آقا شما یه هفته درس میخونی، حالا با هم دیگه صحبت میکنیم، شما شماره منو داری میتونی صحبت کنی. میزان تایم استراحت تو شخصی باید انتخاب بکنیم. یه نفر مثلا یه هفته بخونه ذهنش خسته میشه، یه روز باید استراحت کنه. یه نفر 2 هفته میخونه ذهنش خسته میشه، باید یه روز استراحت کنه. یه نفر اصلا ذهنش خسته نمیشه تا 1 ماه، سر 1 ماه یه روز میتونه استراحت بکنه. اینو باید زنگ بزنی به من بگی. به خاطر همین دارم میگم این موبایل روشن برای شما. حتی سر ضبطم جوابت میدم. متوجه هستی؟ صحبت میکنیم ببینی کی من تو برنامه‌ات بهت بگم استراحت بکن. با حرف میزنم دیگه. شما دانش آموز منی. خب 2 هفته که تمام شد آزمون 1 تو انجام میدی به علاوه تحلیلش. آزمون 1 تو از روی سایت اپراتور صد دانلود میکنی، کارش انجام میدی، آزمون شرکت میکنی، همون روزش یا فرداش هم میتونی تحلیلش رو نگاه کنی، جزئیاتش رو بنویسی. اینم تمام شد. دوباره آزمون 2. ببین آزموناتو یه جوری بررسی کردیم بی‌نظیر که همون چیزایی باشه که خوندی، یعنی اضافه بر اون نیست. به علاوه حالا سوالات ترکیبی داریم، تحلیل کامل بهت میگم. هر 2 هفته یک بارم شما آزمون داری. اینم آزمون. بعد از این آخرین آزمونی که شرکت کردی دیگه شروع میکنیم برای جمع بندی. اونجاست دیگه میتره کنیم. خب این از این. بیا قربونت برم. اینجا چیزایی که بهت گفتم و دونه دونه بهت گفتم که چیزی لازم نباشه سر کلاس بنویسیم. باید 2 نوع باشه، یک برنامه ماهانه، یک برنامه کوتاه مدت هفتگی. کوتاه مدت هفتگی بسیار مهمه. ماهانه باید دید بلند مدت ماهانه داشته باشی. مثلا تا پایان مهر چقدر خوندم، پایان آبان، دی بهمن، هر کدوم. ببین مهر، وقتی میگم مهر ببین شما ممکنه تو تایم های مختلفی این پکیج رو گرفته باشید. مهر 1 ماهه، یه دفعه بلند نشی. مثلا اگر الان دی ماه بلندش بگی من نابود شدم، نه عزیز. ببین 5 ماه کافیه برای همه چی.
5 ماه کافیه برای همه چی. شما 5 ماه رو که تمام کردی درس‌ها 0 تا 100 بسته میشه. من دانش آموزم بعد از این 5 ماه اینقدر مرور کرده تو اون تایم‌های فرعی، اینقدر تست زده، اینقدر کار کرده، اینقدر مشتی پیش رفته که حتی میتونه بعد از اون سری بلند شه بره سر جلسه کنکور بشین، بهترین رتبه هم بیاره، سر جلسه امتحان نهایی هر جا که می‌خوای بشین، بهترین رتبه رو میاری، بهترین انتخابت خواهد بود میخواهد بود، هر چی که هست بهترین خواهد بود عزیز من. ولی فرصت بیشتر زمینه رو برای جمع‌بندی بهتر و قوی‌تر انجام میده. 1 ماه داشته باشی میتره کنیم، 2 ماه داشته باشی دبل میتره کنیم، 3 ماه داشته باشی تریپل میتره کنیم، همه میتره کنیم دیگه، خیالت راحت باشه. خب توی 4 هفته با تأخیر 4 روزه با تأخیر 2 روزه به هفته اول 1/5 کامل، اینا دیگه کامل مطالعه کن دیگه. ببین اینا خیلی مهمه. گفتم که جلو چشت باشی. اینا رو بهت گفتم سر کلاس. هر چقدر خونده باشی بدون برنامه باید از اول شروع کنی. چرا؟ چون ذهن دسته‌بندی شده نیست. عزیز به پیر به پیغمبر ذهنت میترسم بزنم رو این قطع بشه. ذهنت به پیر به پیغمبر دسته‌بندی شده کار نمیکنه. اگر با برنامه پیش نری. اگر یه چیزی نباشه که یه جا بنویسی. اگر این نباشه اصلا ذهنت کار نمیکنه. جلوی گند زدن رو هر جا بگیری منفعته. به فکر گذشته نباش، تعصب بی‌مورد نداشته باش. مشاور فلانی در پیج فلانی گفت فلان کارو بکن، مشاور غلط کرد. چیزی که بهت گفتم اینجا بهترینه. درست کارتو انجام بده. حتی منطقت هم اینو میپذیره. برنامه ماهانه دید بلند مدت و فلان استراحت 2 روزه. ببین من این استراحت 2 روزه رو میگیرم، تحلیل آزمون انجام میدم. ولی شما طبق چیزی که با من در ارتباط هستی، شما دیگه دانش آموز منی. گزارشکارتو برای من میفرستی، صحبتاتو با من داری. اوکی؟ حرفاتو با من میزنی. بهت میگم چطور استراحت بکنی. لطفاً جوگیر نشو، رویایی برنامه ننویس. این بهترین چیزه. آره، موقعی که خسته برنامه بنویس تا خیلی جوگیرانه تقسیم بندی نکنی. پایه نباشه حتما توی نمیتونه فلان، اینا رو قبلا بهت گفتم و اینم که اگه قبل میاد شروع کردی میتونی برنامه 5 ماهه رو تو 6 ماه جمع کنی، ولی اصلا کلا اینو ندید بگیر. همتون باید 5 ماه جمع کنید. تایم خط تیره. به خاطر همین میگم برو برنامه هفته اولو تحلیلشو کامل ببین، متوجه میشه خط تیره چی. ببین من مثلا توی روز دوم فلان هفته خط تیره برات میذارم، میگم که این چیه، استراحت. بچه‌ها میپرسن، میگم نه. میگم اگه روزهای قبلی رو کارش درست انجام دادی، اینجا بردار فیلم ببین، بیرون برو، کیف کن. از اینا زیاد تو برنامه‌تون دارید. برنامه‌ای که من نوشتم. فیلم ببین، استراحت بکن، کیف بکن. اینم از این. تایم فرعی تو برنامه‌ت رعایت نکنی انگار هیچ به هیچ. یعنی اگر یه روز کامل مشخص کنی برای مرور انگار هیچ به هیچ. بیا راجع به استمرار حرف بزنیم. ببین سخت‌ترین کار دنیا استمراره. قبول داری؟ شروع هر کاری جذابه. به خاطر همین میگم عملاً 0% دانش آموزان ماه اول از دور رقابت این ماراتون کنار میرن. 0%. هیچ کسی، هیچ احمقی نمیخواد زندگی خودش رو خراب بکنه. ببین من یه چیز بهت بگم، خوب دقت کن. شما توی سنی هستید اکثرانتون که میخواید کنکور بدید. زیر 50 سالید. اوکی؟ زیر 50 سالید. اکثرا. اینطوری دارم میگم که تو هر سنی که هستی بفهمی داری چیکار میکنی. معمولا آدما به موفقیت درستی نمیرسن. چون آدما همیشه شروع میکنن ولی تموم نمیکنن. و متاسفانه یا خوشبختانه دنیا دست تموم کننده هاست. اونا که تموم میکنن تمام زحمات اون کسی که شروع کرده رو هم میخوره، با خودش میبره. یعنی اینکه چطور شروع میکنی، کجا هستی اصلا مهم نیست. مهم اینه که تموم کنی کارو. از ماه دوم تا یه هفته مونده به ماراتون نهایی شروع به ریزش میکنن. همه روزای اول دلشون میخواد بهترین اتفاق براشون بیفته. یواش یواش که پیش میرن نگاه میکنن آجو سخته. این دانش آموز داشتم بهم میگفتش که ماه اول آقا یه جوری برنامه بنویس روزی 18 ساعت بخونم. گفتم بیا 18 ساعت بخونی خب که چی بشه؟ من میخوام رتبه 1. گفتم نه شرمندم، من اعتبار خودم خراب نمی‌کنم. فردا پس فردا میافتی قش می‌کنی، من نمیتونم جمعش بکنم چون خانواده مسئولم دیگه.
مادرش زنگ زد گفت آقای رضا این چه وضع مشاور؟ من مشاور گرفتم از برای بچه‌م، شما که این مشاور وزارت علومی کارشناس رسمی هستی، باید حرف دانش آموز رو بفهمی فلان و بسان، شما خودتون پزشکی، چرا این همه زحمت، یعنی اینقدر زحمت نکشیدید؟ گفتم عزیز خانم محترم، باید زندگی بکنی، باید لذت ببری، باید کیف کنی تا بتونی موفق بشی، باید آروم آروم پیش بری. ببین جمله خیلی قدیمیه ولی میگه رهرو آن نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آروم باش، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، یواش یواش پیش برو. یعنی طرز تفکرت یه جوری ببندی که قرار من الان خودم رو در لباس اون چیزی که میخوام تصور کنم نمیتونی، هیجانی میشه بدنت، استمرار رو از دست میدی. ببین همیشه همین باش. به خاطر همین چند تا تکنیک بهت گفتم. حتی یک روزم استراحت نکن، حتی یک روزم بلند نشو به خودت بگو. یعنی این شکستگی، ببین دقت کن، این شکستگی استمرار از کی شروع میشه؟ از زمانی که تو دنبال درس خوندن نباشی. میگی یعنی میدونی یعنی چی؟ خیلیاتون میفهمید، وای سلام بهت میگم، توضیح میدم درست میفهمی. تو میگی ما درس بخونیم، یه ذره مثلا 2-3 ساعت خوندی، خسته شدی، اینو فردا قراره مثلا 7 ساعت بخونم، 4 ساعت هم میذارم روش، 11 ساعت میخونم، الان برم بیرون، بلند شم برم استراحت کنم. ببین 90% دانش آموزا دنبال درس خوندن و موفق شدن نیستن. 90% دانش آموزا، افراد درس میخونن که راحت استراحت کنن. این بدترین چیزیه که استمرار تو رو به هم میزنه. این بدترین چیزیه که استمرار تو رو به هم میزنه. یعنی تو درس بخونی که با خیال راحت بدون عذاب وجدان استراحت کنی. میفهم چی میگم؟ این بدترین کار. به خاطر همین یه پیشنهاد خیلی مهم دارم. خیلی عذرخواهی میکنم اینطوری دارم بهت میگم. حتی اگر عزیزترین فرد زندگیتم مرد، نباید اون روز درس خوندن تو جدا بکنی. حتی شده 1 ساعت درس بخون. حتی در بدترین حالت کتاب بگیر دستت. حتی در بدترین حالت یه پلن از برنامه تو انجام بده. حتی اگر، ببین دارم بهت میگم، یعنی هیچ روزی نباید باشه که تو درس نخونی. حتی در بدترین حالت. امیدوارم که عزیزانت همیشه سالم باشن، ولی چیزی که دارم بهت میگم، حتی در بدترین حالت نباید حتی 1 روز هم برنامه‌تو خرابش بکنی. ببین تو تایم‌های خط تیره می‌خوای بنویسی، تو تایم خط تیره برای خودت زیاد بنویس که موقعی که استراحت می‌کنی بدونی تو برنامه‌ت هستی. نه یه برنامه‌تو خراب بکنی، مثلا گفته از صفحه فلان تا فلان همراه این فیلم فلان باید اینقدر است، بعد یه دفعه ببین ولش کن بابا، ولش کن، اینو برم فردا همین انجام بدم. همینا باعث میشه خراب میشه. همینا استارت نابود شدن نوسانی. میگن یه روز حال نداشتی، نباید نخونی. هیچ وقت به امید 2 برابر خوندن فردا امروز رو کنسل نکن، چون مغزت شروع به گول زدنت میکنه که برو استراحت کن، فردا جبران کن. به محض اینکه اولین اشتباه رو مرتکب شد، بدون توی چاه سال قبلی افتادی، تموم شد رفت. خیلی مهمه. ببین خواهش میکنم ازت، پس یه جوری، به خاطر همین میگم حتی اگر میخوای خودت برنامه بنویسی، یه جوری برنامه بنویس که خسته ای. یعنی خودتو در بدترین حالت ممکن تصور کن و بعد برنامه‌تو بنویس. اینطوری دید هیجانی نخواهی داشت و منطقی پیدا میکنی کارتو. پس هیچ روزی از تایم برنامه‌ت رو نباید استراحت کنی مگر اینکه تایپ شده در زمان استراحت، یعنی همین خط تیره توی برنامه باشه. اینا که دارم بهت میگم نتیجه چند سال تلاشه، نتیجه تمام پدر در اومدن هایی هستش که از ما در اومده. پس بفهم عزیز، تو مغزت یه جور دیگه کار نمیکنه. به پیر به پیغمبر مغزت یه جور دیگه کار نمیکنه. مغزت مثل همه است، همه مثل هم دیگن. پس این کارا رو انجام بدی، مغزت شروع میکنه به گول زدنت. در غیر این صورت گفتم خب تا اینم بخون و خلاصه حجم برنامه‌ت رو حتما توی گام اول رعایت کن و اصلا جوگیرانه برنامه کاری نکن. بیا اینجا رو شروع بکنیم راجع به این موضوع صحبت کنم. پس قرار بر این شد که هیچ روزی استراحت نکنی مگر تایمی که تو برنامه‌ت خط تیره گذاشتیم. خب کارهایی که برای استمرار کارت باید انجام بدی: روش خواب درست، روش بیدار شدن درسته. اصطلاحاً بهش میگن دیسیپلین. ببین گور پدر انگیزه. من ریدم تو انگیزه رو میخوای چیکار کنی؟ انگیزه فقط برای شروع کاره.
تنها چیزی که شما برای امسال لازم داری دیسیپلین و تمام. دیسیپلین، فقط همین. یعنی حتی اگر حالت بده، حتی ببین میگه گوش بده، میگه من آدم قوی‌ام چون حتی اگر حالم بده برنامه‌ام انجام میدم، نظم کاریمو به هم نمیزنم. اینو بهش میگن آدم قوی. نه اون آدمی که میگه یعنی من خودمو تو اون دانشگاهی که میخوام بگم کتاب گرفتم دستم دارم میرم تیپ فلان زدم همه دارن میگن. خودت اصلا تو اونجا تصور نکن. اینا بهش میگن دید جوگیرانه. تو فقط یه چیز لازم داری. تو بگو من مثل ربات باید زندگی بکنم. توی برنامه‌ام استراحت داری، فیلم داری، کتاب خوندن داری، همه چیز داری. وایسا اینو فکر کنم برای تایم خواب بهت باید میگفتم. وایسا بیا. وایسا. خواب بیداری، آره همونجا باید بهت بگم. گزارشکار و بعد خواب بیداری. اینو توضیح میدم. چطور بخوابی، چطور بیدار بشی، چطور ورزش بکنی که ذهنت خسته نشه و اون استمراره از بین نره. اینو الان توضیح میدم تو همین گام اوله. خب نکته بعدی، هیچ وقت رویا پردازی نکن. یعنی خودت تو اون لباس و فلان تصور نکن، چون فکر کردن به آینده انسان رو از حال باز می‌دارد. ببین به جان مادرم این جملاتی که دارم بهت میگم و خوب گوش بده، استفاده کن. هیچ وقت دیگه نیاز به هیچ مشاور مسخره‌ای نداری که این سرت کلا بذاره. من برای یه مشاور تک جلسه مثلا شما 1,000,000 تومان واریز بکن به حساب من، مثلا پس فردا جوابتو میدیم. ببین این کارا رو انجام بده که دیگه دست به دامن برای انتخاب رشته دست به دامن 4 تا حروم لقمه نشی، 4 تا پوفیوز نشی که بلند بشه بیاد بهت بگه با فروت به فلان میتونید در دانشگاه بیا 100 میلیون بده، آره بیا 100 میلیون بده، 1 میلیارد بده. دیدم زیاد 5 میلیارد 10 میلیارد هم میگیرن، به خدا زیاد دیدم. پروندهشون تو وزارت علوم موجوده، همه شکایت رو هم دیگه. بعد میدونید چه اتفاق میفته؟ بعد ما به عنوان کارشناس رسمی وزارت علوم میریم چک میکنیم، میگیم بله آقا طرف کلاهبرداری کرده، پول گرفته. و بعد میاد تو دادگاه بهش میگه چرا دادی؟ قاضی بهش میگه چرا دادی؟ میگه برای این نباید میدادی. طرف میگه که من یه حرکتی زدم براش نشد. میگه چرا دادی؟ میگه که ببین آدم هایی که معتبر نیستن حتی شما 1 ریال هم براشون هزینه بکنی نمیتونی پس بگیری، چون هیچ جایی ثبت نیست، چون طرف هیچ کاره است. گفت من اصلا میخواستم برم باش من یه کاری انجام بدم، با هم دیگه بریم بیرون. من مثلا رفتم گفتم هزینه با من غذا خوردم میشه مثلا 5 میلیارد، طرف 5 میلیارد داد. کجا میخوای اثبات کنی؟ قربونت برم. نمیتونی دیگه پولتو به دست بیاری. پس بهتر از همین الان جلوی این اتفاقاتو برای خودت بگیری. یه گور پدر اونا. یه جوری کار بکن که موقع انتخاب رشته مشاوره التماست بکنه عزیزم تو رو خدا بیا من برات انتخاب رشته بکنم، فردا رزومت بزنم برای خودم. نه که تو بری التماس بکنی فلانی. به یه جور با قطعیت پیش برو. دمدمای دنبال برنامه 30 روز در 30 روز پزشکی، در 30 روز مهندسی، در 30 روز حقوق بیارید رو نخری. بدبخت نکنی خودتو. میگم این آخرین هزینه‌ای که امسال برای کنکور داری انجام میدی. این آخرین هزینه‌ای که داره انجام میدی. من قربونت برم. پس به خاطر همین موظفم همه چیزو بهت بگم. پس خوب دقت کن. این کارا رو انجام بده. گفتم آزمون رو فقط برای تحلیل شرکت کن. چرا؟ مگه این کمک میکنه به استمرار کارم؟ بله. اگر آزمون رو برای رتبه شرکت کنی مغزت خسته میشه و استمرار تو از دست میده. مقایسه نکن خودتو با هیچ خری. من دیدم نگاه کن میرم تو اینو مستقیم میگم خانواده بشنون. بچه نشسته تو خونهشون داره غذا میخوره، سر سفره مادر پدره میگه که وای دختر فلانی دیدی؟ ماشاءالله طرف رتبه فلان آورد. به تو چه؟ تو خودت نیاوردی. برای چی از بچت میخوای این اتفاق بیفته؟ هیچ وقت افتخارات اکتسابی دیگران رو نزنید توی سفرتون، نزنید تو چش بچه‌تون. هیچ وقت. چون باعث میشه خودش رو مقایسه کنه. چون اگه این کار انجام بدی طرف میگه که بچه میگه که خیلی خب پس من مادرم پدرم اگه این کار انجام بدم منو دوست دارن، اگه این کار انجام ندم دوستم ندارن. همین اتفاق میفته. چند مدت پیش یه خانومی یه چند روز پیش یه خانومی تماس گرفت با من، گفتش که ساعت 5 صبح بود، من اتفاقا داشتم همین جزوه اکسل می‌نوشتم. گفتش که آی دکتر من بچه‌م حالش بده، آوردیمش بیمارستان، تشنج کردیم، همچین چیزی گفت. من گفتم خب، گفتش که
حالا خدا رو شکر سال قبلی دانش آموز من بود، مادرش به من گفتش که خیلی خب شما به بچه من استراحت میدید. من گفتم به خدا همون سال قبلی بهش گفتم که بچه‌تون مشکل داره، استرس بیش از حد داره، میترسه، بدنش بی‌حس میشه و اگر بیش از حد بهش استرس وارد بکنی سکته میکنه، پس به خاطر همین باید تایم استراحت زیاد داشته باشه. گفت نه فلان بچه‌م امسال امید خونه است، به امیدشون اومد زنگ زد به من گفتش که آوردیمش بیمارستان، تو رو خدا به این پرستار رو صحبت کن ببین چی داره میگه. پرستار به من گفتش که میدونی ما داریم احیای قلبیش میکنیم، سی پی آرش میکنیم. چه سکته کرد، بچه در دست رفت. پشت تلفن گفتم خانم محترم من خیلی عذرخواهی میکنم از شما، ولی عامل هر بدبختی که سر این بچه اومد شمایید، خداحافظ. شما رو هم بلاک کردم. بابا سر سفرتون راجبه چیزای قشنگ حرف بزنید، راجبه اینکه طرف چقدر مؤدبه، بذارید بچه بفهمه شما یه سری چیزای دیگه هم دوست دارید، نه فقط رتبه است، نه فقط فلانیه. ادب براتون مهمه، صدا براتون مهمه، پوشش براتون مهمه، اینا مهمه. طرف فکر میکنه اگه مثلا رتبه فلان آورد دیگه غلطی میتونه بکنه، سر همه میتونه کلاه بذاره چون حمایت خانواده‌شو داره. میگه مثلا تو برو فلان رتبه رو بیار، در کنارش برو هر گویی میخوای بخوری بخور. نکنید این کار عزیز من، مقایسه هیچ وقت نکن چون باعث استمرار کار تو ازت میگیره. برای افتخار، باعث افتخار کسی شدن تلاش نکن، گور پدر همه. خودت، من همیشه گفتم اعضای بدنت خانوادتن، شما یه خانواده بیشتر نداری، به پیر به پیغمبر شما یه خانواده بیشتر نداری، اونم کبد، کلیه، مغز، قلب، روده، همین قسمت‌های بدنتن. در نهایت همینا رو می‌بینی که کنارت وایسادن. یه نکته دیگه، چون خودمونیم خیلی صحبت داریم، درگیر رابطه نشید. رابطه استمرار کارتون ازتون میگیره. یه چیز تعریف کنم، من قبلا یه سری روابطی داشتم، تا 5 صبح میشستیم با هم دیگه حرف میزدیم، حرفای خوب میزدیم، قشنگ صحبت میکردیم، از این که میخوایم اسم بچه‌مون چی باشه، از این که میخوایم کجا زندگی کنیم، بریم فلان کشور. من مثلا موقعی که تخصص گرفتم اون فلان، مثلا راجع به این چیزا حرف میزنیم. بچه بودیم اون موقع، الان یادم نیست، الان فقط یادم یه سری چیزا رو میگفتیم، ولی اصلا حتی چهره اون آدمایی که بهشون حرفا میزدیم هم یادم نیست. اینو چرا؟ تنها یه چیز یادمه، گند زدم به اون تایمی که باید میخوابیدم و نخوابیدم، چون همه روابط گذشته از بین میرن. هر چیزی الان احساس میکنید، با هر کسی در رابطه هستید، با هر کسی رو دوست دارید، موقعی که کنکورتون شرکت کنید، برید دانشگاه، دیدتون نسبت به خیلی چیزا عوض میشه. فکر نکن دنیا همینطوره، هر چقدر دوستش داری دمت گرم، اوکی، ولی اگر طرف دوستت داره، اجازه میده وقت بذاره برات، که شما وقت بذاری برای کنکورت، وقت بذاری برای درسات، چون شما الان داره شخصیتتون تازه شکل میگیره. شما کی هستی؟ نمیدونی. کدوم دانشگاه هستی؟ نمیدونی. شغلت چیه؟ نمیدونی. وارد رابطه نشو. به خاطر همین میگم من رابطه قبلی مثلا یادم نیست چی میگفتیم، فقط میدونستم وقتم تلف کردم. خدا الان برمیگشتم جواب سلامش هم نمیدادم، جواب سلامشون هم نمیدادم، نمیدونم کیو دارم میگم، ولی در گذشته هرچی بود جواب سلامش هم نمیدادم. پس درگیر روابط نشید. خب ببین، خواب و بیداری رو یکی از عامل‌های بسیار مهم برای استمرار کارتونه. خواب و بیداری رو نگه دار، الان بهت میگم. ببین دارم میگم مهمترین. میخوام توی خواب و بیداری بگم، ولی خواب و بیداری هم زیر مجموعه خود استمرار کارت. گزارش کار به شدت مهم. آقا نگو مشاور ندارم، الان دیگه مشاورت منم. آقا حتی اگر اون کسی که، آقا خانوم عزیز، اگر حتی اون کسی که فرضاً یه جایی هستش که اصلا مشاورم نمیبینه، برنامه‌ام نداره، ببین دارم میگم حتی برنامه‌ام نداره، باید گزارشکار بنویسه. فرق نداره، برای هم هست. گزارشکار ننویسی نمیدونی چی کار میکنی. ببین من 2 ماه مونده به کنکور، 2 ماه مونده به اون ماراتون نهایی، به بچه‌ها میگم که اون دفتر گزارشکارتون بیارید، امروز بذارید ورق بزنید،
فقط نگاه کنید، فقط بررسیش بکنید، بگی اوف. ببین هم اعتماد به نفس بهت میده. شما بعضی موقع نمیدونی چقدر درس خوندی، شما بعضی موقع اصلا نمیدونی چقدر تلاش کردی، ولی وقتی که نوشته باشید، گزارشگارش رو ثبت داشته باشی، من یه تایمی بهت میدم تو برنامه که نوشتم هم همینطوره که شما فقط گزارشگارتو ورق بزنی، نگاه کنی، ناخودآگاه به بدنت القا میکنه که آجی خیلی خوندی، خیلی دهنت سرویس شده، خیلی تلاش کردی، دمت گرم. همینا یواش یواش باعث میشه اعتماد به نفست بیشتر بشه و میدونی ذهنت شروع میکنه به تقسیم بندیش. پس 2 تا گزارشکار 2 تا کار برات انجام میده، یه دونش سودش برای منه، یه دونش برای تو. گزارشکار چطور باید بفرستی؟ گزارشکار رو حتما میفرستی به من. هر پیام رسانی هم که داشته باشید، گزارشکارتون قشنگ، ساعت بیداری، ساعت خواب، ساعت ورزش، همه چیزتون خیلی خوشگل. حالا ممکنه گزارشکاری که میخوای برای من بنویسی 3 روز یک بار باشه یا هر شب باشه. من پیشنهاد میکنم هر شب باشه، ولی اگر 3 روز یک بار هم باشه مشکلی نداره. شما بفرست برای من با وایس با هم دیگه صحبت میکنیم، بهت میگم که کدوم کارت تو درست انجام دادی، چیکار کردی، کدوم کارو بهتر انجام بده فردا. ببین من دارم میگم مشاوری 24 ساعته هستم، اوکی؟ پس خیالت راحت باشه. پس گزارشگاه رو برای من میفرستی، من چک میکنم ببینم کدوم کارت اشتباه بوده، کارتو اصلاح میکنیم با هم دیگه. و مورد بعدی، خود 2 ماه مونده به کنکور، 1 هفته مونده به کنکور، حالا بر حسب چیزی که من تشخیص میدم، شروع میکنی گزارشکاراتو ورق میزنی. قبل از آزمونایی هم که میخوام ازت بگیرم این کارو انجام بدی، خیلی هم عالیه. به خودت القا میکنی که حاجی من خیلی زحمت کشیدم. پس این چیزی که بدنم به من میگه یادت رفته چیه؟ همه شروره، همش زحمت کشیدم، اینه. نگاه کن، من الان رفیقامو دارم میاد دانشگاه، گزارشکار زمان کنکورش رو حفظ کرد. این خیلی خوبه. اون تنها چیزی که با خودت حفظ خواهی کرد، این قشنگ نوشته بود، خوشگل نوشته بود، یا علی امروز فلان کردم بسان کردم، همچین چیزا خیلی خوبه. میبینم خیلی کیف میکنم. پس گزارشکار حتما باید بنویسی. ببین یکی از مهمترین راههای موفقیت امسالت همین گزارشکاره. شما حتما باید گزارشکار بنویسی. حالا چه بخوای اون رو برای مشاورت یعنی من بفرستی یا نفرستی، باید هر شب یا یک گزارشکار از روندت بنویسی یا 3 روز در میان. البته یک سورپرایز برات دارم که بهت گفتم، مشاورت منم، گزارشکارت برای من میفرستی، منم با وایس با هم دیگه صحبت میکنم راجبش. توی تو هم برنامه‌ات باید بذاری برای مطالعه گزارشکارت، چون بعد از یک مدت احساس می‌کنی هیچ کاری نکردی و فراموش کردی. این کار باعث میشه متوجه کارهای انجام شدت بشی و با خیال راحت ادامه بدی. گزارشکار باید به صورت شبانه باشه و توی یه دفترچه ویژه نوشته. حالا شبانه یعنی هر شب. ببین شما حتی بخوای 3 روز در میون هم گزارشکار برای من بفرستی، بعد هر شب گزارشکار بفرستی، بنویسی، بعد 3 روز در میون بفرستیش، 3 روزشو پشت سر هم دیگه. نه اینکه بلندشی مثلا میخوای بگی 3 روز در میون میخوام بفرستم همشو همون شب توی 1 ساعت بنویسم، نه. یعنی شما اینطوری باید بنویسید. الان ساعت فرضاً دقت کن، الان ساعت 6:30 صبح. بلند شدی، اولین کاری که میکنی توی دفترچه گزارشکارت می‌نویسی هر چی دوست داری، سلام، هر چی که میخوای بنویسی. می‌نویسی ساعت بیداری 6:30. تیک میزنی میری سراغ ادامه کارت. یعنی به محضی که اون کارو انجام دادی این کارو باید انجام بدی، نه اینکه باید بذاری آخر شب همه رو بنویسی. آخر شب یادت میره، اینطوری وقتی هم ازت نمیگیره. خب پس گفتم این کار ربطی به کنکورت نداره، به کل زندگیت ربط داره. اما یه هدیه ویژه ما براتون داریم. شما به من قول بده دفتر برنامه‌ریزی اپراتور صد رو کی آماده می‌کنیم؟ به نظرت یه اتفاق کاملا ویژه‌ای هست که ما یه دفترچه داریم درست می‌کنیم. حالا خیلی گرفتاری داره، 7-8 نفر دارن روش کار می‌کنن برای فونتش و برای حالا دیزاینش و همین چیزش. ببینیم این دفتر کی آماده میشه. اگه آماده بشه یه دفتر خیلی خاصیه، خیلی جذابیه، خیلی خوشگله، خیلی جمع و جور و قشنگ، همیشه میتونی با خودت حملش بکنی. از یه طرفی دو نوع داره، برای دختران و پسران. حالا هر تایمش می‌خواستی، هر تایپش رو شما دوست داشتی میتونی استفاده کنی. دفتر برنامه‌ریزی هم میتونیم برات بفرستیم. شما درخواستش میدی، حالا به من یا پشتیبانی تعدادش که بیشتر بشه همه رو براتون ارسال می‌کنیم. حالا ببینیم تا آخرین مهلتی که وقت است درست بکنیم کی به نظرت؟ 1 ماه. نه. امیدوارم اون موقع که شما اینو میبینید
دفتر آماده بشه. حالا به خودم بهتون میگم دیگه، یعنی دقیقاً توی اینستا، تلگرام، سایت همینجا اعلام میکنیم که این دفتر آماده شده، رونمایی میکنیم و بعد بهتون میدیم. خب اینم از این. اینم گزارشکار. آقا گزارشکار به شدت مهمه. ببین من حرفایی که می‌خواستم بگم و گفتم. بستگی خودت داره چقدرش میفهمی. بستگی به خودت داره. ببین سخت‌ترین گام اوله. همه چیزو دارم میگم. بقیه‌اش اتفاقایی که ممکنه بیفته. اما خواب و بیداری. اینم بهت بگم. میگه لازمه شروع روز خوب خواب خوبه. بشینیم اینو کامل برات توضیح بدم. اوکی؟ یا برای من میاریم؟ مرسی. یا برای من میاری بچه‌ها؟ یا بچه میخوام یه چیز کاملا جذاب بهت بگم. خواب و بیداری. خوب دقت کن. من دیگه نشستم، ولی اگر الان جون داشتم الان بلند میشدم داد میزدم سرت که بفهمی خواب و بیداری چقدر مهمه. چقدر مهمه. شما اگر تایم خواب درستی نداری و روش خواب درستی نداشته باشی عملا پشت‌کنکوری و نمیتونی درس بخونی. به مرور زمان ذهنت خسته میشه و اینقدر ذهنت خسته میشه که نابودت میکنه. خوب دقت کن. ببین قربونت برم. دست در نکن عزیزم. مرسی. متشکرم. سرده. یخ بود گلوم یخ زد آجیم. بذارمش اینجا. بیا اینو بگیر. حال ندارم. اینو بذارم اینجا جلو دوربینه. مرسی. دست شما معروفه. خب خواب و بیداری. ببین قربونت برم، من اینو به دانش آموزام که میگم یه قسمتیشون، ببین همه دانش آموزای من که قرار نیست نتیجه درستی بگیرن. ما بالای 80% دانش آموزامون بی‌نظیر اتفاق عالی براشون میفته. 20%شون نه. چرا؟ حرفایی که میزنم رو جدی نمیگیرن. من خودمو جر میدم تا این موضوع رو بهت بگم. حالا بستگی خودت داره. اگر تا الان بهت بگم هر چی تا الان بهت گفتم و بذار کنار، اینو محکم تر گوش بده، چی میگی؟ بپذیرش لطفاً. خواب و بیداری مهمترین کاری که باید انجام بدیم. ببین یه فرد در طول روز حتما باید تایم خواب شبانش حداقل 6 ساعت باید باشه. کمتر از این باشه به مرور زمان ذهنت خسته میشه. بیشتر از این باشه باز بهتره، ولی بهترتر اینه که 6 ساعت باشه. اوکی؟ شما ممکنه از من بپرسی آقا مثلا من ساعت 12 اصلا ساعت 9 میخوابم، یه دفعه میبینم مثلا ساعت 10 ظهر 11 ظهر بیدار شدم. میدونی چرا؟ اشکال از زمان خوابت نیست، اشکال از نحوه خوابته. ما یه عبارتی داریم به نام مغز ساده، فارسیش. مغز خیلی ساده است، عین یه بچه 5 سال است. شما یه شکلات بدی دستش تا همیشه دوستت داره. یه تو گوشی بزنیم تو گوشش 20 سال دیگه هم یادش نمیره. قبول داریم؟ مغز اینطوریه. مغز علاوه بر این که اینقدر باهوشه، اینقدر خوبه، اندازه همون هم ساده است. شما مغزتون مثلا اومدید بخوابید، نیم ساعت قبل از اینکه بخوابی دیگه چشماتو گذاشت رو هم دیگه تو همون تایمه شما خوابیده، قربونت برم. مغزت نخوابیده. مغزت در حال پردازش اطلاعات کوتاه مدت خواب شماست. یعنی میگه خب این آدمی که خوابید نیم ساعت قبل از خوابش داشت به چی فکر میکرد؟ منم میخوام موقعی که همین آدم خوابه راجع به همین خیال پردازی کنم، بهش خواب بدم، بهش فلان فلان فلان. دیدی تو الان خواب دیدی که اگه این دیدی حتما پس درکش میکنی. خواب دیدی سر یه جلسه امتحان بسیار مهم هستی، هیچی هم بلد نیستی، استرس داری، بیدار میشی به خودت فحش میدی، میگه خدا لعنت کنه زندگی رو. بعید میدونم 90% شما این خوابو ندیده باشید. خوب دقت کن. پس به خاطر اینه که شما مغزتو ترسوندی. شما مشاور حروم لقمه‌ای که اومده به دانش آموز یاد بده، به دانش آموز میگه نیم ساعت قبل از خواب 30 تا تست فلان بزن تا ذهنت خوب خسته بشه. گم شو احمق پوفیوز. ببین نیم ساعت قبل از خواب مهمترین زمان تایم روزانته، مهمترین تایم روزانته و حتما باید آرامش داشته باشی.
باید مغزتو گول بزنی. ببین قشنگ گوش بده، باید مغزتو گول بزنی. متوجه هستی؟ چطوری آقا؟ کل تایم روز دهن مغزتو صاف کردی، بهش معادله دادی، کتاب حفظی دادی، نکات دادی، همه چیز دادی. نیم ساعت قبل از اینکه بخوابی همونطور که دراز کشیدی باید به مغزت حافظه کوتاه مدت بدی. چطوری آقا؟ باید بهش رمان بدی. ببین رمان باید بهش بدی همراه با یه موسیقی بی کلام. موسیقی بی کلام هم تو اپلیکیشن اپراتور صد میذاریم، هم توی سایت میذاریم، هم توی کانال میذاریم، همه جا میذاریم، میتونید دانلود کنید. هانس زیمر، مکس ریچر، اینا هر چی ساختن عالیه، زیباست و برای خوابت بی‌نظیره، میتونه به خوابت جهت بده. این موسیقی بی کلام، ببین تاکید میکنم قبل از خواب موسیقی کلامی گوش نده. تو رفتی مرا گذاشتی، تو به من خیانت کردی، تو بر من فلان کردی، تو کاش نمیرفتی، من اگر برگردی هنوز هستم. ببین ذهنت داره اذیت میشه. نباید موسیقی کلامی گوش بکنی. ریدم تو این موسیقی کلامی. همین آجی این شراورا چی گوش میدی خدا وکیلی؟ ببین در طول روز هر کاری میخوای بکنی، ببین من دارم این کارو میکنم یه ذره حالت سر جاش بیادا، بفهم چی دارم بهت میگم. اینقدر برام مهمه، اینقدر برام مهمه، اینقدر برام مهمه که اینطوری دارم بهت میگم. در طول روز هر چی دوست داری گوش بده، ولی قبل از خواب چیزی که من میگم باید گوش بدی. موسیقی بی کلام و موسیقی آرامش بخش همراه با موسیقی بی کلام پلی میکنی، موسیقی بی کلام پلی میکنی، موسیقی بی کلام پلی میکنی و اون رمان، کتاب، داستانی که دوست داری هم مطالعه میکنی. خواهشاً قورباغه‌ات رو قورت بده، باشگاه 5 صبحیا باش. این شروورا رو نخونین، روانشناسی زردی به درد نمیخوره. داستان، رمان، یه چیز قشنگ. یه طرف یه آدمی رو فرضاً کشته دنبالش داره میگرد، یه آدمی عاشق یه آدمی شده فلان شده، یه چیز علمی تخیلی. مثل ببین چند کتاب بهت معرفی میکنم. کیمیاگر خوبه، 100 سال تنهایی خوبه، کتاب مثلا هرچی از لیان آنریوف گفته خوبه، یادداشت این جانب یا آخرین یادداشت شیطان. و بهت بگم دیگه چی مرگ کسب و کار من است از میرل، اون بی‌نظیر 1984، قلعه حیوانات. اینا خوبن، اینا کتابایی هستن که ذهنتو میبرن به سمت یه جهان دیگه. چرا؟ گوش بده خوب گوش بده. ببین تو گوشی من یه دونه آهنگ کلامی پیدا نمیشه از مکس ریچر. اینو ما میذارم اینجا، یه ذره با هم دیگه گوش بدیم، حرف میزنیم با هم دیگه. ببین قربونت برم، مغز نیم ساعت قبل از خواب باید اینو گوش بده همراه با اون رمانی که شما میخونی. شما که خوابیدی چه اتفاقی میفته؟ مغزت میاد میگه که خب این آدم خوابید، داشت به چی فکر میکرد، منم همون ادامه بدم. مثلا نگاه میکنه راجب شما، راجب یه کتابی داشتی مطالعه میکردی، شخصیت اولش در یک جهانی گم شده بوده و مغزت شروع میکنه راجب اون تحقیق میکنه، خیال پردازی میکنه. یه دفعه خوابت میبینی، خواب همون کتابه رو میبینی. بعد مثلا 3-4 ماه، یا بعد 1 ماه 2 ماه دیگه بدنت عادت میکنه به این سبک، دیگه دوست نداره استرس رو، دیگه دوست نداره فشار عصبی رو. یعنی شما در طول روز اذیتش میکنی، ولی قبل از اینکه میخوای بخوابی یه رمان بهش میدی، یه دونه هم موسیقی بی کلام. مغزت میره دنبال تصویرسازی همینا. شما صبح که بیدار میشی 6 ساعت هم بخوابی، 5 ساعت هم بخوابی، قشنگ سر حالی. دیگه به مرور زمان این بیماری درمان میشه که شما میگی آقا من 10 ساعتم بخوابم دوباره خستمه، بلند میشم میام سر کتاب دوباره خستم. درمان شد رفت. به پیر به پیغمبر درمان شد رفت. همین کاری که باید بهت بگم. قبل از خواب موسیقی بی کلام، نیم ساعت قبل از خواب موسیقی بی کلام گوش میدی همراه با رمان. صبح که بیدار شدی آب ولرم استفاده میکنی، آب ولرم همراه با لیمو یا عسل. لیمو اگر اسید معدت زیاده استفاده نکن، عسل خوبه. اما عسل هم کمتر، خیلی کم استفاده کن و بعد برو ورزش کن و بعد برو صبحانه بخور، این کارات انجام بده. فاصله بین بیداری و استارت درس خوندنت حداقل باید 1 ساعت باشه. احمق کسیه که به محضی که بیدار میشه کتاب میگیره دستش. فاصله بین بیداری و خواب
بیداری و استارت زدنت حتما باید 1 ساعت باشه. تو اون 1 ساعت همه این کاری که بهت گفتم انجام میدی. ورزش میکنی، صبحانه میخوری و بعد از این دیگه با خیال راحت میتونی انجام بدی کاری که باید انجام. بعد میرم گام دومم بهت کامل بهت میگم. آقا همه اینو رعایت باید بکنیم. یه خلاصه برداری از چیزایی که بهت گفتم بنویسی دیگه تکمیل. اگه دانش آموزی راجع به برنامه نوشتن این چیزات بی اطلاعات داری، سری برو برنامه هفته 1 رو دانلود بکن و تحلیلش رو نگاه کن و شروع کن. از روز اولش هم استارت بزن. باعث من منابعم بهت بگم کدوم معلم خوبه، فیلم‌ها که هست حالا تو همون تحلیلم گفتم اینجا هم بهت میگم، اونا رو استفاده کن و بعد شروع کن دیگه کاراتو انجام بده. هر شب یا 3 روز در میون گزارشگر بر من میفرستی، هر روزم با هم دیگه در صحبتیم، خیلی راحت میتونی با هم دیگه حرف بزنیم. من مشاور شما هستم. پس لطفاً زندگی بکن، کیف کن. گام اول